سلام، چطوری بچه‌ها؟ پورو میگم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم هر جایی که اصلا این ویدیو رو تماشا میکنین حالتون خوب باشه. امروز بچه‌ها اومدیم بریم سراغ یک مرحله که نه یک در واقع ویدیویی که خیلی درخواست کرده بودین و گفته بودین که راههای پول درآوردن تو GTA رو بگم. چند تا ازش گذاشتم که با زیر دریایی میرین زیر دریا و یه سری چیزا رو پیدا میکنیم و پول در میاریم و حتی مکانهای مختلف کیف‌های پول رو گذاشتم. اما امروز قراره بریم سراغ یکی از مخفی ترین که حالا بعضیا اتفاقی به پولشون خورده، بعضیا هم اصلا نمیدونن همچین اتفاقی میفته اونجا. قراره بریم یه جایی که یه سری کارا رو باید انجام بدیم و یه پولی بهمون میرسه اگه این کارا رو انجام بدیم. حالا ما سوار ماشینمون شیم و علامتش هم حالا زدم و برسیم اونجا ببینیم که چیه. قبل از رفتن یه رو پایین کانال دنبال کنیم، ویدیو رو لایک کنین و یه چیزی رو بگم. من امروز داشتم توی آپارات یه چرخی میزدم و یک کانالی رو دیدم که خیلی خوشم اومد واقعا ازش، چون داشت برای ویدیوهاش مثلا کاور درست میکنه و تاملیل درست میکنه و اینا. خیلی باش حال کردن. اسمش هم علیرضا پی سی گیمه. این گوشم میزنم کانالشو و اگه دوست داشتین بریم ویدیوهاشو ببینید، خوشتون اومد دنبالش بکنید. مرسی و بریم برسیم اونجا. خیلی خب بچه راهی نمونده. من باید یه سری نکات رو همین الان بهتون بگم که باز اونجا طول نکشه و مرحله به بنا بریم. باید بگم که باید خیلی محتاطانه اینجا عمل کنیم و همینجوری نریم. خب اینجا یه اتفاق خیلی خاصی داره میفته که ما داریم حالا ممکنه الان نباشه ولی دقیقا روز باید بیاییم کلن دیگه، یعنی شبن باشه نه، ولی روز بیایم بهتره که الان من اومدم بینم که نه همچین داستانی نیست. روی این تپه اگه بیایم که حالا یک اتفاق میفته که الان نیفتاد و من میرم برمیگردم یه ساعت دیگه. اینجا باید سر بزنید خودتون این چه ساعتی کاره پیش میاد. خلاصه که بریم برگردیم. خیلی خوب، یه بار دیگه داریم میریم اونجا. ساعتهای 10 صبحه و الان ببینیم هستش این چیزی که دنبالش نه. اینجا راه داره، بریم برسیم بهش. یه دیگه راه هست بود. آها اومدش. الان همونطور که میبینین یه اتفاقای اون پشت داره میفته. یکی داره میگه لازم نیست این کارو بکنیم. بچه اینجا باید اسنایپر رو خودتون رو بردارین. اگه من اینجا فاتحه نخونم نخوری زنیم برو بالا. اینجا ببینید که چه اتفاقی میفته. نکنین همطور که اینا رو میبینین اینا دارن یه کارایی میکنن اینجا ولی ما نذاشتیم در واقع. اوکی همونطور که میبینین وقتی بیان اینجا یه سری پول پیدا میکنن. حالا اونورم یارو پولاش ریخته. یه زنی اینجا داشتن نمیدونم میخواستن بکشنش، چی کار میخواستن باش بکنن و اینا. ما نجاتش میدیم. این میخواد ازمون که ما اینو ببریم برسونیمشو و حالا
من اینو میبرم جای ماشین خودم با ماشین خودمون ببریمش دیگه. همونطور که دیدین اینجا این کسایی که اینو گرفته بودن میخواستن حالا بتر کننش یه مقدار پول داشت اما پول زیادی نبود. اما بذاریم ما حالا کارمون تموم شه با این دختره. سوار شو. خیلی خوب. Pepe, you need to come and get me. Yes, right now? I was just 10 seconds away from getting whacked. Meet me in Vinewood Hills. I gotta get out of here. Anywhere. Okay, I got a guy coming for me. Vinewood Hills. Jesus, this is so messed up. Thank you. I don't know what would have happened if you hadn't come along. Yeah, I don't think they was digging that hole for fun. Those 6 sons of bitches. What was that all about? Just my dad, as usual. That was your dad? What? No. Yeah, I shouldn't really say, but what does it matter now? You're in the life, right? You can't handle yourself like you did and not be in the life. Have you heard of Sammy Bettino? Most people call him Sonny. No, why? The Gambetti family? Don't you watch the news? He was Don Gravelli's right-hand man. He more or less kind of ran the East Coast in the 80s and 90s. No? Well, that's my dad. Father of the year. They tried to put a murder charge on him in 2007 and we had to go into hiding. Move out west. One day you're living the good life, the next you're moving around safe houses. And your friends back there? Just the latest in a long line of people who want to get back at Sonny Bettino. Could be something he's trying to run from the inside or someone else he squealed on. When he got pinched in 2011, he kind of copped a plea, gave up a lot of people. So he gets to sit in his 5-star cell while I'm on the outside dealing with the consequences. My dad was many things, but I never thought he'd be a snitch. Whereas you seem like you don't let nothing slip. This is bullshit! You don't let nothing slip. What's there to hide anymore? It's all out there. They even wanted me to do a reality show. Wise bitches, daughters of mobsters, catfighting, and broker. But of course he wouldn't let me. He's so protective. Ian, I've always been a daddy's girl. Shit, could have fooled me. You wait until he hears about this. He'll flip his shit. Seriously. Everyone those 2 hicks ever talk to is gonna get hit. What's your name, by the way? Franklin. Franklin what? And I ain't sure I want to answer that. He's gonna want to know who saved my life. Franklin Clint. You'll be made right for this. I promise. Yeah, if you say so. آنطور که دیدین اینجا گفتش برات جبران میکنم. جبرانشم نمیدونم حدس زدیم یا نه. بریم برسیم جبرانشم اینه که چیه. بریم برسیم چون حرف ندارن ویدیو رو میزنیم بره جلو. چیزی همون داریم میرسیم و این که سعی کنید یه چیزی هم بگم نمیدونم اونجا یادم رفت نریم اونجا زمانی که برین این دختر نجات بدین امکان داره اونا بکشن این دختر رو، پس باید سریع عمل کنیم و اونا رو سریع کلکشون رو بکنیم. ما اومدیم اینجا و این دختر رو باید اینجا پارک کناره رسوندیم. خب فراموشش نمی کنم. خب همونطور که دیدیم ما اینو آمدیم اینجا رسوندیمش و رفت داخل ماشینش. خیلی خوب همونطور که دیدین حالا ما رفتیم این داشتیمون رو چیز کردیم آبجیمون رو رسوندیم و باید از محل دور شیم وقتی اون بچه رو رسوندیم. حالا مثلا هر قبرستونی که دوست داشتیم بریم. من دارم اینم حالا تو وقتی دور شدیم کامل حالا بزنیم بریم ته اینا ببینیم چه راهی میرسیم. اوکی مثلا ما الان اومدیم اینجا. وقتی این اتفاق از ماشین پیاده میشیم همونطور که میبینیم یک زنگی برای ما میخونه. حالا که ما زنگ میزنه جواب میدیم که It's Antonia Bettino. You know, the girl who nearly attended her own funeral out at Paleto Bay? Oh shit, how can I forget? My dad wanted to make sure you were looked after. Now there's some money being wired to your account right now. Now I gotta get off the line. Thank you again. که همونطور که دیدین $60,000 بهمون پول داد و اینطوری جبران کرد کاری که ما برای این دختره انجام داده بودیم و زندگیشو نجات داده بودیم. اونجا داشتن زنده به گورش میکردن که هم یک محله مخفی و تقریبا میشه گفت
یه راز پول در آوردن بود توی GTA که ممکنه حالا شانسی یه سریات دیده باشه بودنش، دیده بوده باشنش. آره و نمیدونم درست گفتم، فکر کنم فاتحه خوندم، یه سری هم ندیده باشنش. خب حالا بگذاریم. اینم از این ویدیو اگه خوش اومد و استفاده کردین پایین کانال دنبال کنین، ویدیو رو لایک کنین و بازنشر بکنین. خیلی مهمه بچه‌ها. یه چیزی رو هم بگم که اگه میخوای بازم از این ویدیو بذارم بچه‌ها، حتما ویدیو رو لایک کنین که لایک های این ویدیو برسه به 700-800 تا. حتما ویدیو بعدیش هم میذارم، یک سری مراحل که حالا بهتون پول میده به صورت مخفی هم هست این مراحل و امیدوارم که استفاده بکنین دیگه. خدافظ تا یه ویدیو دیگه میبینم.